عزیزم میگم سر راهت 4 تا ماهی سبور گنده بخر باید رو جعبه شیرین شکلاتی خواهرم خیلی دوست داره خونه تمیز کنی. اما اینا دارن از تهران میان خونمون. اینا هم دستگیر آوردن همین عید 94 خونمون بودن چه خبرشونه؟ عشق خواهر ماهی بخور که ازش عباس تازه خریده. میگم اصلا بده خارج من برات در بیارم. بذاریم با تو اتمام حجت کنم. اگه عمه بدریت رو من یه حرکت اضافه از هر کسی توی خونه دیدم دور خودش کرده. اگه عمت پرسید این ماشین لباسشوی مادر چه خریده بگونه میدونم رشتی خریده ما پول نداریم ما بیچاره‌ایم. برای چه مگه پرسید بگو بوشه بوش. چقدر تو نمکی خواهر روده بور شده. وای راستی الان سایر محکومو میذارن بذار ببینیم. باشه عشق خواهر بده کنترل مامان میخوام کارتون ببینم. تو چرا شرطینه. خیلی خوش اومدی عزیزم. بعد موقع که نیومدیم. وا بدریه ای چه حرفی تو میزنی؟ ما فقط میخواستیم بریم بیرون که دیگه شما اومدین. شیرینی بخور عشق خواهر میدونم خیلی دوست داری. تیشرت لیانا جان چقدر قشنگه. سر روزا میشه قشنگم. مامان من تیشرت رو خیلی دوست دارم. مامان الان درش برم برات. ببین اندازش میشه یعنی عزیزم فکر کنم دیگه باید از شما پذیرایی ویژه بکنم. مریم جان عزیزم یه پارچ آب بیار برام من. میشه جونت. خواهر کجا میخواین برید تازه ساعت 2:30 بمونید تو رو خدا اصلا من براتون تشک بنگردم بیا به خدا اگه بزنم اوه بدریه کجا میری بمون حالا. نه دیگه سر درد میکنه ما بریم. دارم میمیرم. خدافظ. اگه به عمتینان دوست دارن به خدا یا ما اینجا بمونن. آخ که برم بترسته شدم بلند شو بشین بساب. مامان عمه فخریه و جمیله همین الان زنگ دادن دارم میان خونمون. همین الان برو سیته برای منو بیا.